برنامه رو با یه سوال شروع میکنم، اونم نه از ابر استراتژیست نظام بلکه درباره ابر استراتژیست نظام. کلمه ابر استراتژیست چند بخشه؟ جواب درست دست خودمه. ابر استراتژیست کارش از بخش و روستا و شهر گذشته. ابر استراتژیست یه دنیاست. شرمنده اخلاق تام، حیف که فروتنی ذاتی دست و پامو بسته نمیذاره از خودم تعریف بکنم. ولی خب در مورد تو که میتونم بگم، باید بگم که رو حقیقت خیلی مهمی انگشت گذاشتی. تو میدونی فرق مجری استراتژیکی با برف چیه؟ بله، برفو که بزنین آب میشه، ولی مجری استراتژیکی بخورش خوب طفلی آبم نمیشه. نه، برف از آسمون میاد رو زمین میشینه، ولی مجری بعضی وقتها یه راست میره تو دل آدم میشینه. با حرفای همینطوری که میزنه دیگه هم بیرون نمیره تا آخرای برنامه که همیشه یه دسته گلی به آب میده. بگذارم آیه دکتر بریم سر بحثمون. مگه تا حالا ته بحثمون بودی؟ کاش میشد همیشه همش از این شر و ورا بگیم و نریم سر اصل مطلب. چی گفتی؟ هیچی آیه دکتر، گفتم من این وسط گیج شدم. از اون طرف این مشنگ شود. کدوم یکیشونو میگی؟ کلی مشنگ شود داریم تو نظام. جعفری فرمانده سپاه گفت اگه سپاه رو ببرن تو لیست حالا ارتش آمریکا رو میگیریم. الان که بردن تو لیست اصلا پیداش نیست که حالا بگه میخواد چه کار بکنه. خب این که گیج شدن نداره. عظمای بیچاره خودش یه هفته استراحت مطلق برای خودش نوشته. تو گیج نشدی، بعد سر اون گیج میشی. باشه، از گم شدن جعفری گیج نمیشم، خیلی هم خوشحال میشم، ولی از این طرف همونایی که خط و نشون میکشیدن که اگه سپاه رو ببرن تو لیست ال میکنیم و بل میکنیم، اصلا میگن چیزی نیست، چیز جدیدی نشده، سپاه از قبل تو لیست بوده. خب دیگه نمیفهمه بدبخت. اون لیستی که نباید میرفتیم توش همینه دیگه. چه کار کنه؟ شعورش همینقدر میرسه. مرحوم ابوی همیشه میفهموده به بهادر عرض میکردم. بله، میفهموده یکی داشت بنایی میکرد، رفت زنگ در همسایه رو زد. به پسره گفتش که ببخشید استانبولی داری؟ اونم گفت نه جاتون خالی، دیروز داشتیم، امروز قرمه سبزی درست کردیم. آدم وسط کوچه سوار بیل بشه پرواز بکنه بره، ولی با مشنگ اینجوری سر و کار نداشته باشه که آدمو دق میده. گفتین مشنگی که آدمو دق میده همین پیش پای شما سردار سلامی زنگ زده. کجاست؟ دنبالش میگشتم، اونم پیداش نیست این روزا. آی دکتر میخواست در مورد تحریم و لیست گذاری سوال کنه، تا بهش گفتم بذار صداتو تو برنامه پخش کنیم، گفت من سلامی نیستم، برای سوال و جواب استراتژیک هم زنگ نزده بودم، من سیسی هلویی هم زنگ زده بودم برای ترانه درخواستی. میدونم چی میکشی سیسی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یه هواپیمایی رو دزدیدن، تهدید کردن که اگه به خواسته هاشون جواب ندن مسافرها رو یکی یکی میکشن. وقتش که گذشت یارو اولی مسافره که یه خانمی بود انتخاب کرد که بکشه. گفت اسم چیه؟ خانمه گفت فاتی. یارو گفتش که اسم مادر منم فاتیه، شانس آوردی، به خاطر علاقه‌ای که به مادرم دارم بخشیدمت، برو که آزادی. رفت سراغ نفر دوم که یک گردن کلفت سیبیل از بناگوش در رفته بود. گفت اسم چیه؟ طرف گفت والا اسمم قربونه، ولی تو خونه فاتی صدا میکنن. روشن شد یا چی بذارم که بری پیش سلامی و جعفری و سیسی و این حرفا. کاش آقای دکتر از فرصت تحریم سپاه استفاده کنیم و چند تا از این مشنگا رو بفرستیم خارج. خدا رو چه دیدی؟ شاید دستگیرشون بکنن و دیگه نفرستشون اینور. کلی هم خرج خورد و خوراکمون میاد پایین. اینا مشنگن، اونا که نیستن که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که آدم رو باید زنگ زد به طرف، گفت پسرتون رو دزدیدیم، 50 میلیون بیارین تا برش گردونیم. یعنی گفت بهش آب میدین دوزه گواره، گفت غذا میدین دوزه گواره، گفت جای خوابم داره دوزه گواره. طرف گفت قربونت بیان دعاشش هم ببرین دیگه. هیچی. دزد بدبخت بیچاره برای پسر آژانس گرفت، گفت برو خونتون، پول آژانس هم دزده داد. دکتر سیسی و جعفری و بیخیال شین. فری چی؟ منظورم خود حاجی روحانیه. روحانی چرا اینجوری کرد؟ حرفای ظاهرا شاخ و شونه کشیدن بود، ولی زیرش همش آه و ناله بود. چه وضعشه؟ ولی خب بالاخره یه پیام روشنی داد به طرفای خارجی. چی بود این پیام روشن؟ دکتر صحبت حاجی روحانی منظورتون هست؟ بله، حرفش این بود که اگه فکر میکنین که با 3 تا تشر میتونین منو بترسونین، کور خوندین. یه تشر بسه.
تازه تشر نزدم بیشترمون ترسیدیم اینجا. آی دکتر این که اینطوری جلد عوض کرد بد نیست برای آبروش؟ این همه تبلیغ اعتدال و یک مرتبه اینطوری که به باد داد که دولتی رو که میگفت دولت با تفنگ را انداخته رفت تفنگش رو ماچ کرد. قربونت برم. تازه آخرش هم نگفت چه کار میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته. بیشتر از دهن سوخته، ژست و پوزش که به باد رفت هیچ. دلمون خوش بود که اقلا زیر این فشار جنگ و دعوا رو تعطیل میکنن، ولی هنوز نه این گردن صادق لاریجانی رو ول میکنه نه اون پاچه اینو. کاش همه ساکت میشن تا خود مقام عظما بره جلو و یه هارت و پوت حسابی را بندازه. اینطوری که خود صاحب از صداش دیرتر از همه در بیاد هم خیلی بده. مقام عظما 2 تا دوست مثل تو داشته باشه دیگه دشمن لازم نداره. تو هم شدی لنگه شهردار مشنگ نظام که رفت بازدید یه محله‌ای، دید یه کوچه‌ای هست به اسم کوچه علی گدا. خیلی عصبانی شد، گفتش که این توهین به مقام عظماست. دستور داد که فوراً اسم کوچه رو عوض کنن بذارن ولی فقیه. هفته بعدش گفت خوبه یه سری بزنن ببینم دستورم اجرا شد یا نه. دید نوشتن کوچه ولی فقیه علی گدای سابق. شما گفتین تشر نزدن هم بیشتر مقام نظام ترسیده بودن. مگه میشه تشر نزده بترسن؟ بله، چون اصلش یه جای دیگه دارن میترسن که الان منم میترسم تو آخرش تو همین برنامه از زیر زبون من بکشی با این خنگ بازیات. حرفی رو که نباید بزنم یه کاری میکنی که بزنم. میذاری راحت بشینم یا نه؟ دوباره اول برنامه یه خورده ازت تعریف کردم، حتما باید تو همین برنامه آخرش دست حزبا رو بکنی که از فتنه میترسه، از شروع شدن خیابونا میترسه، از تظاهرات میترسه، از قیام میترسه. علی گدا دیگه علی گدا نیست. این همه پول داره.